و صحبت نام نو داخل آرامش و امنیت زندگی نگذار شروع خنده هیچ هر کسی پشت مردم نیست پشت مردم نباشه مردم مزیت جای دانم تیم حرف می‌داخل حوادث زندگی می‌مونه در آرامش گفتم مثلا با یه دوست دیگه با هم کنار هم زندگی کنه ادامه بدیم تذكروا طاقتكم في داخل النهار يوم هذا الحول زود آقا سلام نتیجه میگیره چرا چه سالت فرستادم نتیجه همه در دیدار شنگ آرامش خانواده من سال مبارک سلام نازنین خانم سال مبارک همین سال جدیدته خوبی ازی زوزه خندش این بگو آرادی سال نو مبارک آراد سال نو مبارک آراد سال نو مبارک آراد سلام آراد آی فیلمدار اومد آی فیلمدار خوبی؟ سال نو عید مبارک سلامتی خوبی سلام آراد خوبی؟ آراد عید مبارک سلام سلام خبره کرو دابرن دوم تداخل تده یولت مادرت بیا سلام 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 خوبی عید مبارک ممنون سلامتی عیدتان مبارک ماما عید مبارک عیدتان مبارک ممنون فاطمه عیدتان مبارک ری بابا رو بوش کن ماما عیدت مبارک بیا سال نو مبارک محمد خوشگل کردی بیا 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 بشه محمد بشه محمد فاطمه خاصی رو کو بردی عزیزم قربونت برم حالا بابا بیا تخون بشین تا دعای تحویل سال نو رو بخوریم تا جونه بشی بابا آفرین با ماما سبزمون رو احمد از ماما بیا بابا در یه فاطمه ننده به فاطمه مردوش نویدیسیش الان تحویل سال جدید سال 1405 انشالله داخل این سال اول آرامش سی خانواده بود، دوم سی کشور بود، سوم سی منطقه بود، چهارم سی جهان بود. یا مقلب القلوب والابصار یا مدبر اللیل والنهار یا محول الحول والاحوال حول حالنا الى احسن الحال یا مقلب القلوب والابصار یا مدبر اللیل والنهار یا محول الحول والاحوال حول حالنا الى احسن الحال. انشالله چه سال پر از خیر و خوبی و برکت و شادی همه بود. انشالله چه داخل سال جدید جنجال کنون موقعی مردم در آرامش زندگی کنه زور آقا صاحب زمان هم نزدیک بویه. انشالله چه سال خوبی پر از سلامتی همه بویه. در دیدار شنای آرامشی برای خانواده مایه سلامتی داخل سال جدید آرادم خوب بویه. انشالله که همیشه آرامش بود داخل خانواده. زیر سایه مادر شروع ما دعای کنیم دفعه بسه نمونه بغل نازنینه. نازنین جان عزیز دل مامانی هم بیا دیده جالت سر سفره حبسین بشید هم عید نوروزه هم عید سعید فطر هر دو را به مسلمانان و
ایرانیان و جهانیان تبریک میگویم. انشالله چه سالی خوب و خوش و همراه با سلامتی سی همه خانواده و سی همه کشور ایران و سی جهان آرزومندیم. الهی آمین. و آره بابی مرد داخل این سال جدید میخوام که اول از مادرت بخشیده هیچ وقت مزاحم ما نو بود، چون ما خیلی قول بیم که داخل آرامش زندگی کنیم. دوم این که و بسیار رسیدگی کنیم با هم پرورش رو داخل یه محیط سالمی که آیندهشون رو بتونیم تضمین کنیم که رشد خوبی داشته بود. من و این پیشنهاد خیلی احترام اینو و مادرم اون خیلی نیایی چه آرامش روی خانواده نمندنه، ولی خود دونه چه مشکل زایده ای. من به خاطر بچیلم تا الان تحمل کردم، از این بعدشم فقط به خاطر بچیلم که به محبت پدرشون نیاز داره و محبت مادر هم نیاز داره این زندگی نتحمل میگیرم. ولی خود دونه ما از خون از لحاظ ذهنی و از لحاظ روحی و از همه لحاظ ناراحتم، چون زندگی ما کلا خراب کردنه با دسیسیل شو با فتنیل شو، ولی سعی کنم به خاطر بچیلم با این وضعیت کنار بیایم. ولی هر زار که لازم بود ما از حق بچیلم دفاع کنم کوتاه نیایم. هیچ وقت حق بچه من نادیده نگیرم. شاید پدرشو بوی لکت خونی راضی داشته بود نخیر حق حقوق بچیل تفای مال کنی، ولی شاید کسانی بودن که بخواین این کار انجام بدن، بخواین حق بچیل منو بشو بسونن. من کوتاه نیایم. هیچ کنی طرف بچه من بالا بچشه. وقتی مقامش سری کوری دفاع بوی کنم. وقتی با هیله جری کم آنم ذهنیت نشسته شده حقوق بچیل هم بالا چشه، نه ولی من کوتاه نیایم. مقام قشنگ دونم چطور باید قضیه برخورد کنم. هیچ وقت حق بچه من نادیده من نگیرم. از طوری خیلی همه چی قطعاتی ریزی را زیر خب من فاطمه ایسی کنه. برای سلام. سلام. عید مبارک. سلامت. انشالله سال خوبی دار. البیرا خیلی خوبه؟ ایام خوبی ها. ایام مخیلی بیاری بوی بیاری. انشالله سالی پر از سلامتی. سال نو مبارک. پر برکت. خب خبر فاطمه سال نو مبارک. اصلا مبارک. انشالله سالی پر از خوبی، پر برکت، آرامش، همسی تو، همسی ما، همسی بقیه مردم. بوی انشالله به امیر فرا. داخل این سال جدید انشالله چیزی همه سلامتی بود. بله. دو من داخل خانواده خودمون سعی کنیم که آرامش بود، امنیت بود. در من سعی کردم که با قضیه به طور متعادل برخورد کنم با اتفاقات. بله. در هر که اگر هم بخوان کسی با ناعدالتی بخواد با همون برخورد کنه من باش برخوردی کنم. درست. در دعای کنم که سال خوبی داشته بود. دلمیران خواهی که بخوان همه چی دیاری بود. تا بیاری بود خب انشالله با سلامتی همه چی درستی بود انشالله. با مرد صحبتشون گم که دل مادرش نادیده نگم که مثلا کلی نادیده ولی گم باید صحبت کنی که دل مزاهم و نو بود. داخل مادرش کار دوستش داره هیچ کنی تر مادرش نخواه ولی گم باید صحبت کنی که دل مزاهم و نو بود تا داخل آرامش و امنیت زندگی کنیم. امیدوارم که شعار سابق تنده هیچ حرفی حدیثی پشتمون انجام نه، هیچ حرکتی پشتمون انجام نه با کمش مادر مرزیه. عید تان ما بتونیم حذف کنیم داخل حوادث زندگی موینو تریم پیشرفت کنیم، تریم محیط سالمی سی بسیار ایجاد کنیم که رشد کنه داخل محیط سالمی پرورش یابه. درست.
انشالله من همین آرزون دارم، من از خداوند همین آرزون دارم که هیچ که مزاحم زندگیمون نبوده، در آرامش بود. خب مریضه هم به عنوان یه دوست دیگه با هم کنار هم زندگیمون ادامه بی حتی که همون به خاطر همین بسیاری هرچی بیده، ولی هم آرزومه که کار انجام بوی آرامش در زندگیمون قرار بگیره. انشالله به امین خدا همین طور بویه. تامین اون پروردگار و خداوند خوش چی خواهید چه در موردمون نوشته ای؟ یه لطابه که این من خواستم رفت رفت شدگان اول صافه ایرین فهم کنم الان تی گوچه برام تی بسیار نرم کنم هم برته شو جون نه میخوته اختیار واقعه من همیه دل میخوام رنته شو ببینم شو گاهی وقتی مرزه یه حرفی اینی نراشته بود بریم با هم عید نوروز سال جدیده حتی چه نه اختیار واقعه ما اختیار دست خود اختیار واقعه خیلی دوره اختیار دست خود قبلا یه سری شو بزن و یه سالی مارو چیه شو کنم و بیام سراغ موقع جو ثابت چوی جد اون باند من افراد بگنای اور بگره الهی شو چیه الهی به هر اونا که پیش عزیزه اول یه سلامتی به همه بره ای خدا سال سازش آرامش هم بیا عمر مملکت مومو چشم مومی خونه ما هم بیا پروردگار بسم الله الرحمن الرحیم یالا فاطمه مهمانی نینه سلام عید نوروز مبارک خوبی عزیزم انشاءالله سال خوبی بوسی هممون سال مبارک عزیزم مملی سالون مبارک ای سلام نازنین خانم سالون مبارک اولین سال جدیدته خوبی؟ عزیزم خندش ای به دوه ای طبیعی مارچی تو هم و شیرینی تو برداران انشاءالله مبارک تو بویه سال خوبی بود زون شد عزیزم آره بیا ایش بخیر نه ببین طبعا موقع مونه ادوم کنم بنا داره سال جدیده زی بردیم شو الهی شکر سلام بیو سال نو مبارک سلام بچه اینا تمیز شدم فاطمه مرا داخل بچه کارش نارم خاطر بچه لونتیش نیگو بالاخره بچه نباید وارد دعوا ما بزرگتر لوبه فاطمه برابر داخل من فاطمه همرانت المیرا نبودینم بیایم فاطمه نیرینه بخی فاطمه نیرینه یان داخل المیرا نه خوبه بخوز عزیزم سال نوت مبارک باشه انشالله یه سال خوبی داشته باشی انشالله این امسال از سایه پدر مادر زندگی کنی زیر سایه پدرت انشالله برای پدرت با آرامش زندگی بکنی ساشا یه آرزو خوبی چیزی کنی چون پدر و مادر زندگی زیر سایه پدر زندگی بکنه انشالله یه زندگی پر از خوبی پر از شادی زیر سایه پدرش داشته بوده همه کسی از این سایه پدر مادر تو با آرامش زندگی کنه بالاخره بچه به محبت پدر مادرشون نیاز داره علمینا نیاز داره چه پدرش رو ببینه پدرش رو بشناسه بدونه چی پدر واقعیشه تا چه فاطمه خواه با یک دروغلش علمینا خری بره الهی شکر رفتم بسوی یالا گفتم یعنی سه یعنی بیادر عید نوروز رشته ابیش بگم خوشی هم اخوان دیدش بخواستیم ما داخل اتاق عید نوروز هم میکردیش با احترام باش برخورد کنم رفتم اتاق رسید بسیه نیش خیلی خوشی حتی با الهی شکر
مثلا اینی دارم که هندهیش که مزاحم زندگی نو بوده سچلی شور صابون پیرانه و بوادریش نه آنی رو مزاحم ایجاد کنن سیمو گیت سلام بر مرغ عزیز سال نو تو مبارک بیا گیت بخیر سال نو شروع بگیره بخیر ادعای شد چیه اینجا درست شد سیت سابق اون نکنم داخلش بشین بخیر داریم با دفعه شو بود بزا بریم شو سابق بیا آفرین بیا خدا را غذا برمه بیا جای نانسی بانون بیا بخیر چف بیا آفرین سابق بیا سابق بیا بیا بخیر نوش زوی بخیر ای سابق تو هواییه شو هم بارنده ای داشتی سابق الان در هوا نبیدن چه خوده آفتابیه نیمه ابری به هوا انشاءالله سال نو هم خوب سالی بوسی هممون همینطور که آن رو معلوم هوا خیلی خوب و بوسی هم خوبه انشاءالله سال خوب رو بوده سی همه چیز بوسی ما هم بود پروردیم بخیر سابق فقط او هم بیارم او تواس کنم بخیر آفرین سابق پسر خوب لونه خان تمیزه بخیر برای داخل لونه او هم او رو مارسی هستی خوصی ایشان خان تازه دون چون علاقه شونه نخدین موقع میرو ناده هلا خود مثلا نیاز به خود داره هم تو هستی بس خیلی خوبه فاطمه اینو حالا خویده؟ آه خبره داری؟ خیلی سکنی؟ هم سر خونه بازی بچه ها رو تایپ درست برای مناش طبعی احساس لذتی رو اضافه شونه اینو خیلی و خویده خانده خیلی بخیر عزیز اینو نیازان عزیز خیلی اضافه شونه زد کنم بشی بخیر بشی بس این ها بس به چی دو اینا خیلی به نفع تعطیلاته این چند روز سه روز ها دیگه سروس تعطیلات ایریا تا خیلی این کارهای تعطیلات دومون کنه ها با هم میرن باید صحبت کنیم خیلی چی کنن جلوی برنامه جلوی حوادث های اتفاقات این دستیسی لی فریب کویل جلوشون ده باید بگیریم بله درست چون هزینه کردیمه باید دفعه هزینه من جواب ده
درست یعنی بخوای چی بود واقعا حوصله سر رفته از بس دیگه داغا و خاص داغانه بعد ها رو به چیز بگم باید صحبت کنیم که برای همیشه جلوی پرونده جلوی این کلم بجیبه دیگه هیچ کم بزامونه و انشالله خیلی داخل این سال جدید یه زندگی خوبی داشتم آرامش داشتم داخل خونه انشالله ورخ من دل میخوایی چه ده ای برنامه علی پرونده موده بسته و بوین ده کسی هم زامونه و بویه نه شور سابق نه خواهرش نه مادر مرزیه ده ای پرونده لجله و خوبی مادر مرزیه میخواه بیا بره هم خوبی بیا بره نویش ببینیم نگو میایی ولی بیای مزام مومه و بویه قشنگ و خوبی مثل میمون بیا نویش ببینه دوش ببینه مثل هم بره ولی چه بخواه بیا مزامتی زاد کنه و بای من در جیری و بویه نه ما در همون چه تیگوی در تعامل نروی در حوصله موسر رفته بس چه وقتی مومه من هم درست والا تنه هم در چی کنم هر خرز مخارج و چی لوجه خیلی بویه با هبره هبی دستان در نکنه درست هم در چی تا میکنم چه در خسته بویه هبره هبی هم کاشتی به امیر خواهی پرندیت دلو بیه هم باید چی صحبت کن تا هل شو کنه به امیر خواهی به این دارگاه پاسگاهی مکتبون کنه درست کنم انشالله به امیر خواهی الان سیمان داریم؟ سیمان فکر نکنم ها؟ یه چه میتش بود آره صابرم تجش کنم من با رو مسئولیت کردم در صابر منو داخل ما دیده بزرگ چه می‌آسایش می‌بینه ها صابر می‌آسایش رو بیاره داخل نبانه بیمیگه شروع باور بابا تیسینو پایت بتیم میایی رو زده مادرت تا میرینه این که خواهمه درست کنه تونه درست کنه بازی تونه برای در من آبی رو سرما از یه تی بود سرمای برای باش برای میاد یارو بی آه بس سالم ما المیرا عید مبارک عزیز دلم المیرا سال مبارک بگو سال مبارک بگو سال مبارک بگو سال مبارک بگو بیا ای المیرا خانم بسی دوار مجیو ما بیا بیا این پرتقال من نرمش بیا اوی آزه یا سشو خوب ریسان اصلا اصلا ناردونی روجوی لها بیا بیا ایشا تخمه چه میخوایی؟ تخمه انسی دوه رو بیشی بخیر تا با که بشه رمه خانه ای بازی کنه درست کنی بره بازی ریسه ستارینی بگه سال جدید مبارک دیدو بگو بوس بوسش کن بوس
آفرین ببین اینا آتم هم بوسش کن ماما آتم بوسش کن بوسش کن آفرین آفرین تا هم بوسش کن فاطمه تا هم بوسش کن تا هم بوسش کن دست بوسش آه دور سقف درست کنیم که خاک ریزش کنیم هوا هفته بود ده خاک بکنیم بریزیم سرش و سقفش تشمیل کنیم خاک ریزی و سیمان و ها؟ غذا بو بیا بالا بوشو بیا ایره خود یادار اول که میشه آب چشمان بالا چه خواهده؟ چه نه؟ کنشن آزو بو بالا او تکشن رو یه دوگینا با قشن سکنی آزو بو بالا Buyur Teymo. Nasıl demek? ها شنچ دست دانه خوب
دوري بیا چند تا آجر رسه؟ آجر خیلی هست. رسه؟ ها. آجر داریم سیمان دارن که آجر بارندگی بید خیلی بارندگی شدید باید اومده دست دستم آبشون نشد ایشالله امسال سالی پر از خیر و برکت بویه، پر از خوبی بویه، پر از صلح و سازش بویه. یه سال خیلی خوب سی همه بویه. زندگی ما هم خوب بویه. البته زندگی من چطور مرحمت برم یاده خود نیا بویه. خیلی خوب. انشالله سلامتی بره بچیلان. انشالله بچیلان زندگی خوبی داشته بویه. حداقل آخر مدت زنده موتوری و بچه‌مون زنده خوبی داشته باشیم. تو دست نفته. افادی؟ تو ده. آره کرو. آره. آره. ماما خیلی سیت نراحته. اشتی بخ خواستم برای داخل سازوری چرا غذا و رجوع آسان بوده این چی بگم قلمیش دونسته بویم چی خواهی چه تش نشه چه گوز نشه صوت ماما صوت عزیزم صوت چیخه دلوقتي فاطمه اینو ماما داخل جلات ولا يزني الزميل اللي
عزیزم بیا علیزه یه تعمیر واسه پیشون دوست داره با بچه بازی کنه. نه ماما کلاشم نبرده. نه بیا. بیا تابرم داخل. من میرم با خوی به تا کنم داخل. ماما آخه باشو بازی کنی المیراز دستشو بینی المیراز دیبه. چی خیلی؟ برنج اندام ایت رو خیلی ها. بیا اینو بشینیم بیا. همین رو بشینیم. نه دست کلاش من ماما. المیرا نیه. دست کلاش من. نه درست. چند تا نگاه بالا چند تا نگاه بالا نگاه بالا میگه خطشون همه سازی نگاه شیست سال استرا بیده روز اندر ستی اندر روزه تموم شده روزه روزه سر سیاه آمان دانه کامل آزاد این شد تموم کنیم بعد بریم سراغ محله بعدیش بیا خب مداد بیا نه یه چیزی مداده من داده مداد رو بالا رفت چه خبره؟ دور تیمیش کنی
خاش روزش کنیم خاط باسی سنه خويا انت طالب نوم تموت ملات عيد انسان قشنگ تره هر سال سیمان خدای نروی سموت کرده یا خسته بخیر آن رو که عید نوروزه یا خود خسته بخیر و خود زیاد فرامه انشالله یعنی درستی بود درست بیا خود خسته بخیر تامه بیل و جل بشورا شو ایوونه قشنگ منم ها دست در نکنه قشنگ چیزی شاه ای بدو خیلی قشنگی درجه یکی ها قشنگ چیزی ولی ایوونه باوش بزن ولی دروش بزن بانه دیم هم دوشت دیگه بیار نکنی موقع جام آرامش داشته باشی واقعا سال جدیده ما عوض بود آرامش بیاییم هون زندگیمون در کنار هم خوبی اصول سازش با هم زندگیمون ادامه بدیم البته نیام ظاهر نبود یعنی هی باید تو سازش کنید در آرامش بود این بسیار مباهم این دو تا خواهر فاطمه همیات مثل دو تا خواهر یه دوست داره الان هم داخل نشستمه با هم هی بازی کنیم
سلام بر دخترای عزیزم. چه دونی؟ چه جدی؟ خردین؟ ها؟ آفرین. به دست بزنی سی عید نوروز؟ دست. دیگه دست بزن مامانی؟ ها دست. چی رقصه؟ چی دونه برقصه؟ ایتایی برقصی؟ یا رقصی کن؟ چی دکشون برقص؟ بخیر عزیزم بخیر. پرتقالی هم پاکی نوسی تو؟ ها؟ نه؟ میخری؟ خب بیا یه بخیر. خب باشه بخیر عزیزم بخیر. این باید تا دوال. ای الهی شکر. امیا برقص رقصی که نیستی عید نوروز مامانی؟ رقص لیسی سپارت با هم رقصی سپارت رقص سپا. ای سپا ماشاءالله. ماشاءالله ماشاءالله. متى برقصي فاتي براتي اميو تشارشي شو نايرو الي ماشاءالله برقصي رقص انا برقص اي عيد مبارك سال جدید با خوشحالی کنیم بابا انا برقص ميرا بيا مليت دوية بال برقص اینا چی سرشون سوی مامانی؟ رحمت بگو ماشاءالله بگو دست در نکی بگو فاطمه چی که بابایی یعنی که بابایی برقص ماشاءالله عزیزم این خواه باید قدیه میشه میتونم خوشحال بوده میشه میتونم در سال آرامش کنار هم زندگیتون ادامه بدی عزیزم چطور مامان؟ دوری؟ ماشاءالله ماهای دورم بود این؟ خیلی مزیبت؟ دلقشو بودش بیو مرس خب دلقشو بیو بیا هم صفاتی فتاخد زيوت كلهم ببعض بقى اتذكروا تزيد زومات اینو سی مبارچی بخیر ایمان تاکنم زیوت شلوارت؟ شلوار زید داره آلو آرادم ای آرادم بیا بقل بابا ماشاءالله ماشاءالله آراد انشالله سال خوبی داشته بود عزیزم بخیر تخمه بخیر خب رقصتونه چه دیم؟ خب بشی خب انشالله اینکه تمام غذای درست کنم بخوریم بشین بازی کنیم چه؟ بشی بخیر اینا بشی چه رحمتی نو بخیر مامانی بشی خیلی من تحت نیست کنم یه غذا درست کنم ایمان مبارک رمضان و پایان رسیدن یاد شد چه خوب هایدی من از کارای تقاضا دارم این موضوع منم قبول حق بجرمونه
فلاته وقول ماما صدق تمام ابو مساعد عند درستش كده Biraz uzaklaşa şuna gir. Ben de böyle ها دایی شما چه داشت؟ پرتقالی خیلی؟ باشه دارم پاچ کنم سو